بسم الله الرحمن الرحیم و بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان ارجمند، یکی از آفتها و زیانهایی که به طاعت و عبادت بنده میرسد، حتی طاعت و عبادت را بی ارزش میکند، ثواب و ثمره آن را از بین میبرد، این ریاست. خودنمایی و خود نشاندهی، طاعت خود را در چشم دیگران به نمایش گذاشتن. تعریف دقیق ریا نزد علما چنین است، آنگونه که مثلا امام غزالی آن را تعریف کرده، میگویند الریاء هو طلب المنزلة في قلوب الناس برؤيتهم خصال الخير. یعنی ریا میگوید طلب نمودنی، طمع داشتنی مدح و ثنای مردم به وسیله نشان دادن خصلت‌های خیر، کارهای نیک به آنان. یعنی بنده کارهای نیکش را به مردم نشان داده، در قلب مردم، در نظر مردم میخواهد منزله قدر و قیمت حاصل نماید، میخواهد در چشم مردم گرامی گردد به وسیله نشان دادن طاعت و عبادتهایش به آنها. این عمل را ریا گفته می شود و این نشانه نفاق است و این زیان است یا آفت است که همه ثواب و ثمره عبادت را از بین میبرد. خداوند در آن عبادتی که بنده چنین احساس دارد، چنین مقصد دارد، آن عبادت را قبول نمی کند. اما در مسئله ریا پهلوی خطرناکی دیگری آن این است که ریا دو نوع است: ریای واضح و جلی، ریای روشن آشکار، و ریای مخفی، ریای پوشیده و پنهان. ریای واضح و آشکار همان که نفر طاعت می کند، مثلا نماز می خواند یا روزه می گیرد یا به حج می رود و این عبادتش را به مردم نشان می دهد تا مقام، تا قدر و قیمت پیش مردم حاصل کند، تا مردم او را تحسین گویند. مثلا این ریای واضح است، ریای روشن است. اما ریای خفی این است که بنده در خلوت، در تنهایی، دور از چشم مردم طاعت انجام می‌دهد، ولی در قلبش ریا وجود دارد، ریای پنهان وجود دارد. در بیان این معنای دقیق و نازک، امام بزرگوار حدیث و فقه عبدالله ابن مبارک گفتند: و ان الرجل لا يطوف بالكعبه و انه لا يرائي اهل خراسان. یعنی گفتند امکان دارد نفر در طواف کعبه باشد، خانه خدا را طواف کرده ایستاده باشد، ولی اهل خراسان را ریا کند. به امام گفتند کیف، چگونه؟ یعنی چگونه میتواند یک نفر در طواف خانه خدا در اطراف کعبه باشد ولی اهل خراسان را ریا کند، عملش را به اهل خراسان نشان دهد؟ گفتند یحب ان یقول اهل خراسان انه مجاور بمکه انه فی طواف و سعی فهنیئا له. یعنی امام گفتند اگر در طواف کعبه است ولی دوست می دارد، ولی تمنا دارد که اهل خراسان گویند ماشاءالله فلانی در جوار کعبه است، ماشاءالله در طواف و سعی و در عبادت هست. اگر مقصدش این باشد که اهل خراسان یا اهل هر کجای دیگر، یک فرق ندارد از کجا باشد، یعنی هم شهری های او، هم دیهگان او، اطرافیان او، خواهد که او را تعریف کنند که او حج کرده، عمره کرده، دهه اخیر خود را اعتکاف نشسته، در حرم گذرانیده، اگر در دلش چنین احساس است که همین عمل مرا تحسین گویند، مرا تعریف کنند، الکی این شخص ریاکار است. به این مانند نفر میتواند در دل شب، در خلوت، در تنهایی نماز شب خواند، ولی در دلش این مقصد باشد که فردا صبح به من تحسین گویند که نماز شب خواندی، دیدیم چراغت روشن بود، یا خودش در آمد دیگه تعریف کند، بیاد که امشب من نماز خواندم. در خلوت نماز گذاریدن او به او فایده ندارد، مادام میخواهد فردا به عمل او را تحسین گویند، مردم او را گرامی دارند چون که این طاعت انجام داده. طاعت میباید خالص به خاطر خدا باشد. در نیت نماز بنده میگوید خالصا لله تعالی. یعنی چی؟ خلوص یعنی خیلی چیز مصفا را میگن، شیری خیلی خالص که آب ندارد، مثلا آبی خالص که هیچ غبار، هیچ خس و خاشاکی ندارد. طاعت میباید خالص باشد، هیچ مقصدی دیگری بجز مقصد رضای خداوند در آن باید دیده نشود، احساس نشود. در بیان همین معنای گفته امام عبدالله مبارک عارف بزرگوار ابن عطاالله سکندری نیز
جمله زیبا دارن، میگوید ربما دخل علیک الریاء من حیث لا ینظر الخلق الیک. ابن عطاءالله این عارف بزرگوار نکته سنج میگوید شاید به دل تو ای بنده مومن ریا وارد شود از آن جا که در آن جایی که اصلا خلق به تو نظر نکرده ایستادند. اصلا اهل خراسان با تو در طواف نیستن، اهل دوشنبه، اهل تاجیکستان شاید تنها تو باشی آنجا، ولی مقصدت این است که چون برگردم مرا تحسین گویند، حاجی فلانی گفتم مرا احترام کنند. پس این ریاکار است، عمل او ریاست، هیچ ثوابی به دست نآورده. بنابراین ابن عطاءالله سکندری میگوید شاید ریا در آنجا و دل تو راه یابد که اصلا در نظر خلق نیستی، اصلا تنها هستی، در دل شب هستی، اما دوست می‌داری که فردا بیان فلانی اهل نماز شب بود. شخص روزه نفل میگیرد، مثلا روزه‌داری اصلا عبادت است که به اخلاص خیلی نزدیک است، چون که ترک عمل است. میتواند انسان روزه‌دار باشد کسی احساس نکند، اما اگر از روزه‌داریش مقصدش این باشد که فردا پس فردا بعد یک هفته بعد چند ماه او را تحسین گویند که 6 روزی نفلی را روزه گرفته، دوشنبه و پنجشنبه روزه‌دار میگشته، اگر مقصدش تحسین مردم باشد کار او ریاست. از این خاطر بنده مومن میباید چون زحمت میکشد، وضو میگیرد، مسجد میرود، نماز میخواند، کار و روزگارش را یک سو گذاشته، مدت از وقتش را جدا کرده، طاعت و عبادت میکند، میباید عبادت را خالصانه انجام دهد تا از زیان دیده ها نباشد. هم کار و دکانش را ترک کرده، از جهت دنیا زیان دیده، و هم طاعت انجام داده که هیچ ثواب و هیچ حاصل به دست نآورده. بنابراین میباید بنده مومن در قضیه اخلاص خیلی به دقت باشد و خیلی باید مراقب قلب خودش باشد و در روز آخرت بنده مرایی، بنده ریاکار مورد مذمت و مورد عتاب شدید خداوند قرار میگیرد. حتی در حدیث صحیح آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند آنگاه که خداوند همه خلایق را جمع میکند بر ریاکارها میگوید اذهبوا الی الذین کنتم تراؤون، روید به پیش آن کسانی که برای آنها خودنمایی میکردید، روید پیش کسانی که طاعت و عبادتتان را برای آنها انجام میدادید، کنی روید به شما اجر و پاداش میدهند، البته که داده نمیتوانند. این گونه تمسخر میشوند، این گونه در ذلت و این گونه در عتاب شدید گرفتار میگردند. بنابراین میباید بنده اخلاص را در قلبش احیا کند. اخلاص عکس ریا، یعنی عبادتش را تنها و تنها به خاطر به دست آوردن رضای پروردگارش، تنها به خاطر نجات در آخرت انجام دهد. در حفظ و امان خداوند باشید.